پس نکته‌ای که وجود داره در ابتدای کار، مهمترین کار شما محافظت از سرمایه‌تونه، از نقدینگیتونه. 1000 تومن ازش مراقبت کن، 100 میلیون مراقبت کن، 10 میلیارد هم هست مراقبت کن. یکی که سرمایه نداره باید یه ملکی بفروشه تزریق کنه. نه همینو میخوام. آفرین، چقدر سوال قشنگی پرسیدی. آفرین. میگن که کسی که سرمایه نداره، اینجوری بگیم نقدینگی، چون ما یه تعریف ایجاد کردیم گفتیم آقا سرمایه اعتبار هم میشه سرمایه، ملک هم میشه. کسی که نقدینگی نداره باید بالاخره یه ملکی بفروشه بیاره تو کار دیگه. دقیقاً همین تفکری بود که من داشتم. خیلی سوال قشنگی پرسید، خیلی سوال مهمیه، خیلی. ببین چند بار دارم تاکید میکنم. در ابتدای کار چیکار کنیم؟ ما که پول نداریم. الان اگه پول نداشته باشی کالا نمیتونی خرید و فروش کنی. اگه پول بیاری پولت از بین میره. بعد میشی آدمی که دیگه نه ملکه رو داری، نه امید برای اینکه یه ملکی رو قراره بفروشم بیارم نقدینگی ایجاد کنم، تزریق کنم تو کارم. باید چیکار کنی؟ باید صبر کنی. صبر کنی بدون نقدینگی وارد اون کار بشی. بدون پول که نمیشه کار کنی، درسته؟ چیکار میکنی؟ میای از روش‌های دیگه وارد اون کار میشی. مثال شما میخوای خرید و فروش موبایل کنی، میخوای واردات موبایل کنی، درسته؟ واردات موبایل که میگیم اول می بررسی میکنی که آقا واردات موبایل حداقل سرمایه که میخواد چقدره. چجوری اینو میفهمی؟ اینجوری که بیای بگی آقا چه روش‌های وارداتی وجود داره. مثال یه کسی هست میاد میره عمده وارد میکنه، وارد کننده عمده است. یه کسی هست مسافری وارد میکنه. یه کسی هست به یه روش دیگه، روش‌های مختلف وجود داره. مثلا یکیش روش که ایشون گفت. خب بعد عرض به خدمتتون اینو میخوام به شما بگم، چرا شما همیشه مال مثلا ناپختگی اول راه هستا، تقصیر آدم نداره، مال کمبود دانش و مهارته. چرا ما اولش همش میریم از سخت‌ترین و بزرگترین کار شروع میکنیم؟ خودمون حواسمون نیستا. حالا موبایل رو مثال زدم، بذارید محصول رو عوض کنم، چون موبایل خیلی سرمایه زیادی میخواد، زیرساخت زیادی میخواد. همین سیم و کابل ما که راجع بهش صحبت میکردیم، خب مثلا با 700 میلیون تومان یه مشتری یه کابلی از ما میخواست، از آلمان براش آوردیم 500 متر کابل. اون کابل 700 میلیون تومان شد. من 2 هفته پیش بهش تحویل دادیم، تو تبریزم بود. خب من روز اول اصلا نمیدونستم با 700 میلیون میشه کابل وارد کرد. میدونی یه چیز جالب‌تر هم بهت بگم، کل پولش هم من 6 ماه قبل از مشتری گرفته بودم. یعنی من یه 1000 تا نذاشتم واسه. البته این زمان خورده بهش 13 سال کار کردم به اینجا رسیدم. خب پس شما نباید بیای بری خودت کانتینر سیم و کابل وارد کنی، یا نباید تولید کننده سیم و کابل رو ببینی. باید ببینی این لول‌های لایه بندیه. شما میری بالاترین لایه، حرفه‌ای ترین لایه رو میبینی. باید ببینی پایین ماینا چه خبره. خب از پایین بری بالا. نه اینکه بیای بگی آقا طرف مثلا یه کانتینر وارد کرده، منم برم زمین بفروشم بیارم اینقدر سود میکنم. چرا این کارو میکنی؟ طمع. چرا طمع میکنی؟ مثلا میبینی پسر خالت این کارو کرده، رفته یه کانتینر مثلا سیم و کابل وارد کرده. میدونی که واردات سیم و کابل هم اصلا کار راحتی نیست، چون ما تولید کننده سیم و کابل داریم. اگه کابلی باشه که داخل تولید نشه و داستان خاص خودش داره، مثل کار ما که کار کابلای خاص. شما میگه آقا پسر خاله من، همسایه من، دوست من فلان این اومده اینقدر وارد کرده، یه شبیه این که تا دیروز موتور داشت، موتورش هم روغن ریزی داشت، الان رفته بی ام و خریده. میدونی شما نمیدونید تو چی پیش اومده، چه اتفاق افتاده. معمولا هم کسی راستشو نمیگه، بعد ما میگیم نه خودمون میدونیم. همین دیروز من داشتم با یکی از بچه‌ها بودکم صحبت میکردم، همینجا که الان خودمون هستیم. بعد بهش میگفت، بعد داشت برای من تعریف می‌کرد، میگفت فلانی فلانجا بوده، فلان کارو کرده. من میدونم اون آدم نکرده، یه جای دیگه بوده، خبر دارم، خبر موثق دارم، چون باهاش صحبت کردم. بعد نتونستم چیزی بگم، مثلا اون طرف سوم زایم میشد. بعد این طرف که داشت برای من تعریف کرد، خیلی هم تاکید داشت. گفت آره من میفهمم کی راست میگه کی دروغ میگه. از صحبت کردن افراد معلومه. خب به خاطر همین به حرف افراد توجه نکنید زیاد، که آقا من این کارو کردم پولدار شدم. تهش میری میبینی 4 تا حرکت دیگه زده. حالا راه حل چیه؟ راه حل اینه که شما اولا اینو بدونید. اصل اینه، اصل بر اینه که شما توی حداقل 2-3 سال اول، زمان نداره ها، ممکنه 3 ماه بعد
بتونی ملکتو بفروشی بیاری تو کار. ولی به طور کلی اصل بر اینه که شما تو اون 2-3 سال اول همه ما گیج میزنیم، دست خودمون نیست، آزمون و خطا داریم میکنیم. خب به خاطر همین پیش‌فرض این باشه که سرمایه نریم وسط. حالا چه جوری کار کنیم؟ وقتی لایه‌های اولیه رو شناختیم میایم میگیم چی؟ میگیم که آقا یه نفر حمل و نقل میکنه، یه نفر ترخیص میکنه. میایم میشینیم مینویسیم که آقا این فرایند تو این زنجیره تامین کیا دخیلن. یه نفر منبع یابی میکنه، میگه آقا این سیم و کابل رو از مثلا این کشور آلمان از فلان شرکت بخریم. یه نفر با اون کارخونه مذاکره میکنه. بذار اصلا یه بار این کیس واقعی رو با هم بریم. خب این کیس واقعی رو بریم. فرض کنیم که شما آقای مهندس میخوای سیم و کابل بخری از آلمان. خب همین یه مشتری اینجا پیدا کردی، سخت‌ترین کار ممکن. اصل مشتریه دیگه، شما مشتری رو داشته باشی بقیه‌اش جور میشه. اینو یادتون باشه. یه جمله خیلی مهم گفتم الان، نمیدونم دقت کردین یا نه. اگه مشتری داشته باشی بقیه‌اش معمولا جور میشه. همون تامین کننده‌ای که دورت میخواد بزنه، همون تامین کننده‌ای که اذیت میکنه، اونا رو میشه جور کرد، ولی باید مشتری وجود داشته باشه. این از این. فرض کنیم شما میخواید سیم و کابل بخرید. اولین کاری که باید بکنی اینه که آمار اینو در بیاری. به این سیم و کابل چی میگن در دنیای تجارت؟ اسم تجاریش چیه؟ پس اولین مرحله اسم تجاری محصول چیه؟ دومین مسئله از کجا بخرم، از کدوم برند بخرم. فرض کنیم مشتری شما گفته اینو برو از شرکت مدرن آلمان خرید کن. خب باید کار بعدی که میکنی چیه؟ بیای با اون شرکت مذاکره کنی، مکاتبه کنی. بعد یه چیزم بچه‌ها بهتون بگم، یه جاهایی مثل آلمان و چه میدونم جاهای اروپایی و اینا اصلا واتساپ نداره، اصلا شماره واتساپ نداره. من الان یه شرکت آلمانی هست 8 سال باهاش کار میکنم، هنوز هیچ گونه شماره موبایلی که واتساپ داشته باشه من از اینا ندارم، هیچ گونه. چندین بارم ایمیل زدم، حتی حضوری باشون صحبت کردم، گفتم آقا من به شما ایمیل میزنم نمیدونم اصلا رسیده یا نه جوابمو میدی نه چیزی، چون تعداد ایمیلامون زیاده تو روز. یه واتساپ به من بده، من بده یه پیام بدم ببینم اگه ایمیلم اومده خیالم راحت شه. هنوز من شما واتساپی از اینا ندارم. پس شما باید در کنار همه کاراتون مکاتبات تجاری هم یاد بگیرید. بعد که باهاش مکاتبه کردی بهت قیمت میده، مذاکره میکنی، اسناد رد و بدل میشه، بعد صراف نیاز داری. خب قبلش هم باز بحثای ثبت سفارش و این سامانه ها و اینا هستش، صراف نیاز داری، شرکت حمل و نقل نیاز داری، ترخیصکار و این مسائل. به طور کلی ایناست. آیا چیزی هست که از قلم انداخته باشم بخواید بگید کاملش کنید؟